دوستای نهایت عزیز سلام. زیادتر هموطنای ما اونا زیاد به تشویش هستند که گویا پروسه ریفیجی پی 1 و پی 2 لغو شده. خواستم در این مورد برتان یک ویدیو تشریحی جور کنم تا بتانین از طریق ویدیو ما جوابایتان دریافت کنین، چون زیادتر هموطنای ما اونا کامنت میکنن و سوال میکنن و کلش مورد همین کیسای ریفیجی است. در این ویدیو ما دو موضوع رو برایتان تشریح میکنم. موضوع اولی است که امروز و دیروز زیادتر هموطنای ما از طریق آیم تماس دریافت کردن به خاطر اینترویو و همچنان بعضی دوستا اونا مدیکال و بایومتریک وقت برایشان داده شده. دیگه کلش دلالت به این میکنه که همین کارهای اداری کیس های مهاجرتی پی 1 و پی 2 جریان داره. یعنی همین پروسس کیس های پی 1 و پی 2 بسیار به شکل نرمال جریان داره. اگر شما تماس از طرف آیم دریافت میکنین یا هم برایتان وقتی مدیکال داده میشه یا هم برایتان وقتی بایومتریک داده میشه، این کلش به این معنی که کارهای اداری کیس های ریفیجی پی 1 و پی 2 بسیار به طریق نرمال جریان داره و ما شاهد این چیزا امروز هم هستیم و دیروز هم بودیم که زیادتر هموطنای ما تماس دریافت کردن و همچنان وقتی مدیکال و بایومتریک برایشان مشخص شد. و متاسفانه کسانی که اونا شاید پخش میکنن که کیسای پی 1 و پی 2 لغو شده و کلش دروغ است و حقیقت نداره. موضوع دومی است که همه‌تان بهتر میفهمید که دیروز پروازهای افغانای ما لغو شده بر یک وقت موقت و انشالله که موضوع تا 3 الی 4 ماه واضح میشه. کسانی که پروازهایشان لغو شده انشالله امیدواری زیاد است که پروازهایشان ریسکیجول شود و اونا پس به مقام و مقصدشان انتقال شوند. و از همه‌تان خواهش میکنم که ویدیو را با کسانی شریک بسازن که اونا تشویش دارن تا بتونن این ویدیو برایشان مطمئن کننده باشه و بتونن از این طریق هم جوابایشان دریافت کنن. بازم در این مورد اگر کسی سوال داشت اونا میتونن کامنت کنن و آرزوی موفقیت تک تک شما را دارم. انشالله که به خیر موضوعات کسانی که اونا پروازایشان به تعویق افتاده پس ریسک اجوال شد و پس بیایم با خبر خوش به همه‌تان. یک جهان سپاس از همه‌تان. تشکر.